مدام به اون چاقویی فکر میکنم که 6 بار تو پشتش فرو کردی. من شما رو بارها دیده بودم. تو نسبت به همسرت خیلی ریز نقش‌تر بودی. خانم روحی، شما بارها با مادرم تو حیاط خونمون میشستید، بساط چای قلیونم به راه بود. من بارها ظهرها ناهار خونه شما بودم وقتی بابا مدرسه بود و مامان دنبال زن برای داییام میگشت. دائم الخواستگاری بود. طعم کلم پلویی که میپختی هنوز زیر دندونم هست. با شوهر و 3 پسر و دخترت بارها دور یک سفره نشسته بودم. من 10 ساله. بارها با خودم فکر کرده بودم چقدر آشپزیت خوبه، چقدر با متر و معیارای یک پسر 10 ساله زیبا هستی و چقدر سرت بالاتر از شوهرته، حتی بالاتر از محله فرهنگیان، جایی که ما زندگی میکردیم با اون همه معلم. بچهای کلاس وقتی میفهمیدن بعضی ظهرها ناهار خونه شمام، حسودیشون میشد. چند نفر دیگه هم توی کلاس رقیب عشقیم بودن. پوزشون رو میزدم وقتی از طعم کلم پلوت براشون میگفتم. میدیدم رگ پیشونیشون بالا میزد. ما بچهای کلاس 3 ابتدایی مثل بچهای امروز نبودیم. چغر و گنده بودیم. بس که توی کوچه و خیابون میدویدیم و کم کم خودمون میفهمیدیم از کدوم بقالی خرید نکنیم که ما رو پشت دخلش نکشه و اگه کشید لگد رو چطور بخوابونیم وسط پاشو زود از پشت اون پیشخون تاریک بیرون بزنیم. ما مثل رضا خوله نبودیم که همیشه پشت دخل گیر میافتاد و وقتی بیرون میومد به هیچ کدوممون از خجالت نگاه نمیکرد. ما توی این زمختی بزرگ شده بودیم. رگ پیشونیمون بالا میزد وقتی کسی احساساتمون انگولک میکرد. ما بزرگتر از سنمون بودیم. کپون، صف نون، بازی توی کوچه های تاریک بیچراغ، کشیدن لنگ کفش زیر کارتای فوتبالی و دیدن یکی از رفقامون که وسط بازی زیر مشت و لگد باباش غرورش پیش ما میشکست، ما رو زودتر از اونچه که باید بزرگ کرده بود. توی 10 سالگی اونقدر بزرگ شده بودم که پش پش محله رو نادیده نگیرم و توی خلوت برای شما اشک بریزم. همه میگفتن به زودی اعدامتون میکنن. ماجرا ناموسی بود؟ براتون مهم بود؟ یعنی اونقدر مهم که 6 بار چاقو رو تو پشتش فرو کنی؟ بعدم جنازه‌اش رو توی دشت بسوزونی؟ تنهایی؟ این همه خشم چطور توی اون جثه کوچیک پنهان کرده بودی؟ وقتی سر کلاس املای 18 ما رو 20 میدادی و چشمکی میزدی و میگفتی حواستو بیشتر جمع کن، بهتون نمی اومد که برای سالهای بعدتر ما رو با همچین قصه از خودتون تنها بذارید؟ زنی که شوهرش رو به قتل رسوند و جنازه‌ش رو به آتیش کشید. توی اون محله که همه معلم بودن، کدومشون بلد بودن با شاگرد اینطور رفتار کنن؟ چشمک بزنن؟ بیشترشون چوب میکردن توی آستینت به بهانه تعلیم و تربیت. یعنی شما اونقدر زور داشتید که کاردیش کنید؟ بندازیدش توی صندوق عقب، بعد ببریدش وسط دشت و آتیشش بزنید؟ خانم روحی، باور میکنی ما شاگردات بعد از شنیدن خبر تب کردیم؟ مریض شدیم. هممون بی حال افتاده بودیم توی خونه. هرچی از اول سال یادمون داده بودی از سرمون پرید. 2 تا دیگه 4 تا نمیشد. کسی که برای ما بازباران با ترانه رو با آواز میخوند، حالا باید با یه چاقویی توی دستش توی دشت دور کنار یه جنازه نیم سوخته تصورش میکردیم. یعنی وایساده بودی به تماشا؟ نه، حتما دروغ میگم. همه‌شون خالصانکن و حسود. دلم میخواست چاقو رو بکنم تو شکم همه‌شون وقتی میگفتن تنها نبوده، یه مرد هم دستش بوده. میگفتن سنگسارت میکنه. شما رو، معلم ما رو، که نصف بیشتر بچه‌های کلاس عاشقت بودن. 1000 بار به همه چیز فکر کردم. چرا کشتیش؟ چطور کشتیش؟ چطور پشت اون جثه کوچیک، اون چشمای آروم، اون لحن مهربون یه زنی پنهان بود که میتونست یه مرد قوی هیکل و کارداجین کنه و جنازه‌ش رو بسوزونه. خانم روحی، حالا ما چطور باید حساب و کتاب و منطق یاد میگرفتیم؟ یعنی اینقدر خسته بودی از خونه، از محله، از مرد، از زندگی،
از اون پیکان قهوه‌ایتون که چند بار پدر با ماشین خودش باتری به باتریش کرد. یادت هست؟ ما بچه‌های محله وقتی ماشین رو هل میدادید پشتش میدویدیم. وقتی که ماشین روشن میشد فقط شما بودید که نگاهتون برمیگشت سمت ما، یه لبخند میزدید، بعد دست تکون میدادید. ولی اون حتی یه بار هم برنگشت، حتی یه دستی از پنجره بیرون نمی آورد به نشان تشکر. ما هم ماشینش رو به خاطر اون که هل نمیدادیم. فردای اون روز که خبر اعدامتون پیچید محله ساکت بود. یکی از اون شبای سرد زمستون، همه چپیده بودن توی خونه. اما من جلوی در نشسته بودم و به خاور بزرگی خیره بودم که چند تا غریبه شاید از اقوامتون وسایلتون شبونه بار می‌زدن. اینا جهیزیتون بود؟ باربرا با عجله وسایل رو می‌بردن، زخمی می‌کردن جهیزیتون رو. کوچیک بودم وگرنه داد می‌زدم سرشون. تیکه‌های بزرگ رو به در و دیوار می‌زدن، انگار می‌دونستن صاحب نداره. خونه شما همون شب خالی شد. بچه‌هاتونم از همون روزای اول خبر دستگیری دیگه پا به محله نذاشتن. شما رفتید، اون خونه هم تا مدت‌ها خالی موند. هیچ کس نمی‌خریدش. خانم روحی، تو اون محله هیچ کس براتون گریه نکرد. هیچ کس هم نفهمید چطور چاقو اونطور توی دستتون چفت شد و چرا دستتون توی لحظه آخر نلرزید. همه نوچی کردن، سری تکون دادن و ماجرا رو اونطور خلاصه کردن که خوششون اومد. هم دست داشته یه مرد. وسط سال برامون معلم جدید آوردن، یه مرد ریشو با عینک ته استکانی. نه چشمکی میزد، نه از هیچ غلطی میگذشت. هیچ کدوممون دیگه 20 نگرفتیم. ما بچه یتیمایی بودیم که معلمشون رو اعدام کرده بودن.